در زون توزیع تذکره الکترونیکی کوتاه خیرخانه ما با تعداد 48 تن کارمند داریم. 5 تن کارمندان ما از طبقه اوناس هستند و 43 تن همکارای ما کارمندای ما طبقه ذکور هستند که برای مردم خدمات ارائه می‌کنند. ظرفیت موجود در مرکز توزیع تذکره الکترونیکی کوتاه خیرخانه با تعداد 700 تا 800 متقاضی را ما میتونیم جیران بر ما مراجعه بکنن و همزمان با این چک بکنیم، تثبیت بکنیم و تذکرهشان عملا به چاپ روان بکنیم و حدودا 700 800 میتونیم تذکرهشان توزیع شده را برشان توزیع بکنیم. یعنی در مجموع تعداد مراجعین ما 1400 1500 مرکز ما ظرفیت توانایی داره که خدمات ارائه بکنه برام. بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی ما به تعداد 45405 تذکره متقاضی داشتیم که تمامشون تای مراحل شده و تذکرهاشون عملا بر چاپ رفته و از این تعداد دوسیه های تای مراحل شده ما 41938 تذکره عملا برای همشهریان ما برای متقاضی توزیع شده تذکره خود بر دست آوردن و اواید به دست آمده از تذکره تای مراحل شده با روی کار آمدن امارت اسلامی 13,621,500 به قول ما اواید جمع‌آوری شده از تذکره تای مراحل شده خود داریم.